به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، روزهای آخر در کشور حادثه‌های رخ داد که باعث این صحبت غیر نوبتی بنده شد و من پیش از همه میخواستم به نزدیکان، اهل خاندان همه قربانیان این حادثه مدهش از نام خود، از نام پیمان ملی جمهوری تاجیکستان و از نام تمام آزاداندیشان و مبارزین و وطن دوستان تسلیت و تعزیه خود را بیان کنم. این حادثه که رخ داد حادثه متاسفانه است که در زندان‌های رخ می‌دهد و شاید که در تاریخ زندان‌های تاجیکستان در همین 10 سال اخیر 5 یا 6 همین گونه حادثه‌ای که با قتل افراد بیگناه انجام شد صورت گرفتند و در همین 6 ماه اخیر این دومین حادثه هست که در زندان‌های کشور صورت میگیرد و با قتل شمار زیادی از شهروندان، چه زندانیان، چه افسران و دیگر انسان‌ها انجام می شود و این باعث شد که امروز یک صحبت داشته باشیم و من قبل از آنه که درباره عامل‌ها و سبب‌های این حادثه‌ها با شما صحبت کنم می‌خواستم چند جمله درباره مقسوم عبدالستار، یکی از شهیدان این حادثه خدمت شما عرض کنم. چون مقسوم عبدالستار شخصیتی بود که نه تنها برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حزب ما دارای اهمیت و دارای جایگاهی مخصوص بود، بلکه در سطح ملت و کشور یک شخصیت بسیار هم معروف و حتی میتوان گفت که تاجای نادر بود. من مقسوم عبدالستار رو شاید بیشتر از 20 سال و 30 سال هم اشتباه نمیشد اگر بگم میشناسم و اگر خلاصه یا مختصر درباره ایشان بگویم، او را من دوام دهنده کار دلاوران و عیاران خراسان میدونم که واقعا هم توانسته بود در خود هم جسارت، هم دلاوری، هم عیاری، هم شجاعت، هم علم، هم تقوا و این همه صفات‌های نیک انسانی را جمع کند و انسانی که بود که بسیار خاکسار، بسیار آشکارگو، البته گاه یک تندگویی هم داشت، اما این تندگویی به خاطر کدام غرضی نبود بلکه بیانگر قلب صاف و آشکارگو بودن ایشان بود. اما هیچگاه در خود کینه نمی گرفت و حتی بارها هم با من بحث‌های تند کرده بود، چه در موضوعهای سیاسی چه در موضوعهای دینی. اما یک عادت بسیار عجیب داشت مرحوم که همیشه می گفت که اگر هر سخنی که در اساس قرآن و سنت باشد، در اساس منطق باشد، به نفع مردم باشد، حتی اگر مخالف حرف یا گفته من هم باشد، اون را قبول دارم و واقعا قبول هم میکرد. من تنها یکی از صفات‌ها یا یکی از تاریخ کوتاه از جسارت و جوانمردی ایشان بگم. وقتی که بعد از انتخابات 2015 هم من میخواستم به تمام منطقه‌های تاجیکستان سفر کنم برای عرض تشکر به همه فعالان و اعضای حزب و خواستم که از کلاب شروع کنم خوجند و دیگر ناحیه‌ها سفر کنم، اما مقامات دولتی تاجیکستان مرا ممنوع السفر کردند و حتی تهدید هم کردند که اگر شما از منزلتان از دوشنبه بیرون براید میتواند در راه‌ها یگان حادثه شود و هیچ کس کفالت هم داده نمیتواند. من وقتی که با مسئولین کمیته امنیتی ملی که آنها این پیام تند را رساندند که باید سفر نکنم، گفتم که این وظیفه من است که باید با برادران و خواهران خودم که در این شب و روزهای انتخابات دشوار در پهلوی ما بودن تشکر بگویم. گفتن نه، این را تلفنی بگید ولی شما حق سفر ندارید. بالاخره من تصمیم گرفتم، چون وعده و روز ملاقات در شهر کلاب را با برادران و خواهران کلابی داده بودیم و گفتن که من نمیخوام وعده خلاف باشم، من به کلاب حرکت خواهم کرد. گفتن که اگر در راه یگان حادثه نسبت شما شد، شما خودتون گناهکار هستید. گفتم هر چی باد و باد من حرکت میکنم. چون این تصمیم سفر رو ما یک جای با مقسوم عبدالستار گرفتیم. مقسوم گفت که چون خود زاده شهر کلاب بود، گفت که مردم کلاب، مردم صمیمی کلاب منتظر هستند و هر چی در راه باشد من همراه هستم و انشاءالله که این اگر شهادت باشد شهادت رو با هم میچشیم، اگر مبارزه باشد در مبارزه با هم هستیم. و ما حرکت کردیم به شهر کلاب. اون زمان من هنوز هم وکیل عمل کننده بودم، چون طبق قانون جمهوری تاجیکستان
وکالت وکیل‌های قبلی بعد از شروع فعالیت پارلمان جدید قطع می شود. یعنی من در اولهای ماه مارس، هفته اول بعد از انتخابات، هنوز هم وکالت مجلس نمایندگان را داشتیم، اما در همین راهی که از دوشنبه تا کلاب ماشین ما را شاید در 10 جا به طور مخصوص پلیس ها، کارمندان مقامات نگه می داشتن، تفتیش می کردن، تحقیر می کردن و فضا را یک شکل می کردن که باید از طرف ما یک واکنش صورت بگیرد تا اینکه خدای نکرده یک فتنه را راه اندازی کنند و حزب نهضت ما را متهم به آن کنند که از قانون اطاعت نکردیم یا به کارمندان میلیسا دغلی کردیم. کار به حدی می رسید که حتی دیگر صبر انسان به پایان می رسید و مقسوم عبدالستار که یک انسان بسیار هم جسور و دلاور بود و یک کمی تیزی هم داشت، احساس میکردم که شاید که یگان واکنش جدی نشان دهد، چون این همه تحقیر و این همه فتنه اندازی رو او نمیتونست تحمل کند. بخصوص وقتی که ما در نزدیکی شهر کلاب بودیم، تلاش میکرد به میلیسیانی‌ها بفهموند که خب اینها مهمان ما کلابی هستند، چرا شما این تحقیرها رو روا میبینید؟ اما چون اونها دستور داشتن این فتنه های خود را مجبور بودن که نسبت ما انجام بدهند. من از مقصوم عبدالستار خودم گفتم بابای مقصوم، من شما رو خوب درک میکنم که برای انسان مثل خودت تحمل این همه فتنه و تحقیر کاری آسان نیست، اما اینها دنبال یک سیناری هستند. اگر خدای نکرده از من و خودت و از همراهان ما یک واکنش، حتی یک جوابی کمی تند صدا بدهد، اینا را دلیل خواهند کرد علیه ما و شاید دست به یگان حادثه ناجوانمردانه بزنند. مقصوم عبدالستار در جواب گفت که من فرهنگ اطاعت کردن از رهبر را دارم. اگر به خدا قسم خود که اگر این فرمان خودت نمی بود، من میدونستم همچون بچه کلاب به این میلیسیانران دغل و بی‌آداب چی جواب بگم. و ما همگی نیم ساعت در کلاب باقی ماندیم و همراه باز به دوشنبه برگشتیم تا اینکه یگان حادثه نشود و این آخرین سفر ما با مقسوم عبدالستار بود که بعد چند روزش من تاجیکستان را مجبور شدم ترک کنم. خداوند جای ایشان را جنت کند. به همه اهل خاندان، البته من به همه خاندان شهیدان تسلیت خود را عرض میکنم، اما چون مقسوم عبدالستار یک انسان بسیار به ما نزدیک بود و عضو ریاست عالی حزبم بود، خیلی جا است که من به همه برادران و خواهران نهضتی، به خویش و تبار ایشان، به خصوص به مردم جسور و دلاوری کلاب شهر تسلیت خود را جداگانه بیان میکنم، چون واقعا هم مقسوم عبدالستار نه تنها آبروی نهضت اسلامی تاجیکستان بلکه آبروی مردم کلاب و مردم شجاع و دلیر کلاب بود که این ضایعه و تلفات برای همه ما سنگین است. خب همدیاران عزیز، وقتی که ما درباره عامل ها و سبب های این قتل عام صحبت میکنیم، باید چند نکته رو به نظر بگیریم. اولش که من با تمام صراحت و مسئولیت این حادثه را قتل عام تاجیکان و شهروندان تاجیکستان در زندان وحدت یا به اصطلاح کرپیش نمیدونم. حالا نابسته از آن که عامل اصلی یا اجرا کننده این قتل عام کی بود، حکومت جمهوری تاجیکستان بود یا مقامداران زندان بودند یا از روی ورسیایی که مقامات تاجیکستان امروز اعلان کرده ایستادند که طرفداران داعش بودند که این قتل عامی هم 3 زندانبان بیگناه را انجام دادند و هم قتل عامی 5 گروگان زندانی را که اکثرشان طبق گفته های خود مقامات اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا شخصان معروف مثل شیخ تیمور بود. من نابسته از آن که کیها این را صادر کردن، یعنی اون سلاح در دستی که بود، بدون شک و به یگان دودیلگی مسئول اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان و بخصوص پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را میدونم. و الان نمیخواهم یگان ورسیایی که ما خودمون با آن اعتقاد داریم اعلان کنیم، زیرا بسیار میخواستیم که مقامات تحقیقات خود را انجام بدهند و همونطوری که ما در قبلا هم اعلان کردیم و طلب کردیم که باید یک کمیسیون مستقل از حساب سازمان‌های بین المللی، بخصوص صلیب سرخ بین المللی
از حساب سازمان‌های حقوق بشری بین المللی و محلی، بخصوص سازمان‌های یا به اصطلاح NPO هایی که به مسائل شکنجه و امور زندانی ها ربط دارند، از حساب اهل خاندان زندانی های قربانی گشته و این چنین مقامات یک کمیسیون مستقل و با صلاحیت تشکیل کرده شود و نه تنها حادثه زندان وحدت بلکه حادثه زندان خوجند را هم منصفانه باید که تحقیق کنند و به جامعه گزارش بدهند. جامعه حق دارد طلب کند که در خوجند و در وحدت چی گذشت، چون اونها انسان بودند، اونها اکثر آنها بیگناه زندانی شده بودند و جوانهایی بودند که بین 20 تا 30 سال عمر داشتند و اونها یگان سبزوات، یگان میوه نبودند که در یک روز بتوان اونها را از بین برد. هر کدام آنها ده ها و صدها خویش و تبار دارند که امروز در تعزیت هستند، امروز هم دارند و اونها همه شهروند تاجیکستان هستند، چه آنیان و چه خویش و تبار آنها، و حکومت وظیفه دار است که به سوالهای آنها، به سوالهای جامعه و به سوالهای جامعه بین المللی جواب بگوید. من چرا خود شخصی امام علی رحمانوف را گناهکار اصلی این حادثه میدانم، نوابسته از آن که کیهان این را صادر کردند؟ چون فضایی که امروز در تاجیکستان با وجود آمده است، این فضا به واسطه از طرف خود امام علی رحمانوف با وجود آورده شد، شکل گرفت و زندان هم یک جزئی از جامعه تاجیکستان است. مکتب، زندان، مدرسه، کارخانجات، مساجد، اینها همه از جایهای هستند که جامعه تاجیکستان در آنجا شکل میگیرد. شما فکر نکنید هموطنان عزیز که زندان یعنی یک عالم دیگر است. نه، آنچه که در زندان میگذرد ادامه یا نتیجه فضای هست که در جامعه ما میگذرد. چرا در زندانهای کشورهای اروپایی، کشورهای متمدن این گونه آشوبها و نام آشوبها وجود ندارند، قتل عام وجود ندارند؟ چون که زندانهای آنها هم اون جامعه هست، اون فضای دوستی، برادری، اون فضای یکدیگر را تحمل کردن و قانون محوری که در جامعه هست، در داخل مسجد، در مکتب، در کارجات هم وجود دارد، حتی در شبکه‌های اجتماعیشون وجود دارد. اما اون خشونت و اون قتل عامی که ما در زندانها مشاهده میکنیم در مکتب‌ها هم وجود دارد. مگر شما اخبار رو درباره زنازنی بین مکتب بچه‌ها نمیشنوید، نمیبینید در رسانه‌ها؟ مگر حادثه‌های خودکشی هر روزه در جامعه تاجیکستان وجود ندارد؟ مگر طلاق دادن یا جداشوی خانواده‌های تاجیک در این روزهای اخیر، ماه‌های اخیر به حد اکثری خود نرسیده است؟ شما یک نگاه به شبکه‌های اجتماعی بیاندازید که این همه نفرت و کینه بین مردم، بین قشرها، بین گروه‌ها چقدر به سطح بالا رسیده است. چون در زندان یک فضای تنگتر، بسته و خشونت و شکنجه بیشتر است، طبیعی هست که از ضعیف و آسیب پذیر جامعه ما زندان‌ها هست و این بغض کینه مردم و نفرتی که در جامعه با وجود آوردن، نتیجهش در همون زندان و در مکتب و در جایهای جمعیتی با وجود می آید، اونجا نیش زده می براید. اما این فضای نفرت و کینه که بین سالهای 2012 و تا امروز در شکل گرفت، تمام محیط اجتماعی، محیط فرهنگی، محیط رسانه‌ای تاجیکستان را فرا گرفته است. خب سوال با وجود میاد که این فضا را کی با وجود آورد؟ چرا ملت تاجیک بعد از صلح تاجیکان در سال 97 وارد یک مرحله دوستی و وحدت گشته بود؟ چرا قشر دنیوی با قشر دینی دوستی داشت، از همدیگر دیدن میکردند؟ شما یادتان هست که ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی که چهره های بسیار با آبروی دنیوی کشور ما را، چهره های ملی را به دفتر حزب دعوت میکردیم، استاد مومن قناعت، گلرخسار صفیه و برزو عبدالرزاق و رستم وهاب، چندین نفرهای دیگر را دعوت کردیم تا اینکه این وحدت و دوستی بین قشرهای جامعه، بین تفکرات، بین اندیشه ها با وجود بیاد و این شکل گرفته بود. اما میدونید که این پیش این راه این کار را گرفت. من وقتی که استاد ستار ترسون را
دعوت کردن به واخری نوبتی و این چنین یک چند شخصیت های دیگر را، حتی ما استاد کامل بیگزاده را، فیلسوفی که خودش ادعا دارد که اتئیست است، او را دعوت میکردیم و دعوت هم کرده بودیم. حتی بازار صابر را دعوت کردیم که بیاید و این حرفایش رو در دفتر حزب بگوید، اما بعدا گفتن که مقامات پیش راه اون را گرفتن. حتی ما آوازخوان‌ها رو دعوت میکردیم که بیان در دفتر حزب و این هنر خود را به شنوندگان در دفتر حزب به نمایش بگذارند. بعدا گفتن که مقامات آنها را منع کردند، زیرا دوستی و برادری و همدیگر فهمی جامعه به نفع مقامات، بخصوص به نفع پرزیدنت امام علی رحمان نبود. او میخواست کشور را در یک فضای اختلاف و ضدیت و برخورد اندیشه ها، برخورد نگاه ها، برخورد سیاسی، برخورد مذهبی نگه بدارد، تا اینکه در این فضا، در این گرداب لایالود ماهی خود را صید کرده باشد و دقیقاً از روی پرینسیپ تفریق انداز و حاکمیت کن این سیاست را پیش گرفت. پیش راهی گفتگوی ملی، وحدت ملی، همدیگر فهمی ملی بسته شد و خود ایشان سیاست نو را راه اندازی کرد که در آن پر از کینه، نفرت نسبت قشرهای گوناگون جامعه بود. در رسانه‌های دولتی اتهامات را علیه روحانیت، نوارهای فحش و نوارهای تحریک کننده و نفرت آور و کینه آور را شروع کرد به پخش کردن. از یک طرف پیش راهی زیایان کشور را گرفت که با قشر روحانیت و مذهبی جامعه در ارتباط باشد، از طرف فضای نفرت و کینه را نسبت روحانیان و این چنین در بین روحانیان فضای نفرت را نسبت زیایان، نسبت روشنفکران، نسبت حتی قشرهای غیر مسلمان دیگر با وجود آورد. و نتیجهش چی شد؟ نتیجهش آن شد که یک قشر از جوانان ملت رو آوردن به گروه های افراطی، به داعش، به القاعده و گروه های مسلح دیگر، برای آنکه دیگر برای آنها در تاجیکستان فضای باز نمانده بود. اینجا یک سوال است، من سوال را خیلی شفاف مطرح میکنم که یک جوانی به ناموس تاجیک چیکار کند که وقتی که مدرسه بسته می شود، مسجد بسته می شود، ریش او تراشیده می شود، زنش، خواهرش، حجابش ممنوع می شود، از طرف دیگر در انتخابات ها رأیش تقلب می شود، او نمیتواند نامزد مناسب خودش را انتخاب کند، حزبی که در آن اعضا هست اون ممنوع می شود، دفترهای حزب بسته می شوند. اگر یک جوان عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا عضو هر حزب اپوزیسیونی دیگر است، او جنایتکار یا خیانتکار اعلام می شود. در کشور جای کار نیست، مکتب و مدرسه و دانشگاه با رشوه، جای کار پیدا کردن با پاره دادن و با رشوه و کمترین حرکت برای اندیشه خود را گفتن همچون یک حرکت ضد دولتی، ضد حکومتی تلقی می شود و سرکوب می شود. سوال من این است که این جوان در چنین یک شرایط سخت، خفقان و سرکوب کننده، جوانی با ناموس، جوانی شجاع و دارای انگیزه و دارای آرزو چیکار کند؟ به کجا برود؟ و من باور دارم و من مطمئنم که هزارها جوانی تا که عضو داعش شدن و عضو دیگر سازمان‌های افراطی، این همه را امام علی رحمان و اون وزیرانی که در خدمت او هستند این جوانان را عضو داعش گرداند. این جوانان اکثرشون یا عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند، یا طرفدار ما بودند، یا عضو یگان حزب دیگر بودند، یا اصلا با سیاست با احزاب کار نداشتند، دنبال زندگی خودشون بودند. اما وقتی که شما آمدید تمام این راهها را بستید، درها را بستید و این فشارها را بالای دین و مدرسه و بالای ارزش‌های انسانی و اسلامی جاری کردید، این جوان چیکار کنه دیگر؟ مجبور است که از ناچاری، از ناعلاجی همچون یک اقدام اعتراضی دست به چنین کارها بزنند. و اگر حالا بالفرض این روایت شما اگر درست باشد که من و تمام جامعه در آن شک دارم که این کار را در زندان با دستور داعش کرده باشند، ولی اگر بالفرض همین کارم از طرف آنها صادر شده باشد، یقین بدانید که این سببگار اصلی خود شما هستید. البته تا امروز داعش هم این جنایت رو به دوش نگرفته است. همه میدانند که داعش برابر آنکه یک حادثه صادر شود و اگر طرفداران داعش یا اعضای داعش در آن دست داشته باشند، مثل که در دنقره به عهده گرفتن، اونها اعلان میکنند. اما چرا این حادثه رو تا امروز
ساکتن و به دوش نگرفتن، زیرا اینها همگان میدانند و دلالت بر آن میکنند که در اینجا حتما یک طرح بوده است. اما من حالا نمیخواهم ورسی خودمان را در اینجا مطرح کنم، ببینیم که تحقیقات به کجا می انجامد و ما هم دنبال جمع کردن فکت و رقم‌های بیشتر هستیم، بعدا در این باره صحبت خواهیم کرد. اما ببینید هموطنان گرامی، وقتی من میگم که گناهکار اصلی خود امام علی رحمانوف است، ما دلیل داریم. آیا پرزیدنت یک کشور حق دارد و میتواند از روی قانون یک نفر را از منبر به طور رسمی فقط به خاطر آنکه گویا شیعه شده باشد، برای مثال ایشان قیام الدین را این را اعلان کند، او را خائن بداند و به شکل عمومی فتوای قتل ایشان قیام الدین را صادر کند؟ اگر بالفرض اگر بگوییم که کسی کدام افراطگرای در داخل زندان ایشان قیام الدین را به قتل رسانده باشد، گناهکار اصلی اون کسی هست که فتوای این قتل را صادر کرد. وقتی که امام علی رحمان ایشان قیام الدین را متهم به خیانت کرد، خیانت به مذهب، خیانت به کشور کرد، دیگر به افراطگرا آسان است و دلیل هم دارد برای صادر کردن این جنایت. من این است که حالا که من شک دارم در ایشان قیام الدین مذهب اهل سنت و جماعت را ترک کرده باشد و گراییده باشد به یگان مذهب دیگر، ولی اگر بالفرض همین کارم کرده باشد که از نگاه ما البته کار چندان پسندیده نیست، اما از نگاه قانون جمهوری تاجیکستان که یک دولت دنیوی هست و کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آزادی رأی و اعتقاد را به همگان کفالت داده است، مگر این از روی قانون‌های جمهوری تاجیکستان جنایت است؟ شیعه بودن یا حنفی بودن یا مالکی بودن، حنبلی بودن، مگر این جنایت است؟ باید که پرزیدنت حکم صادر کند برای که این خیانت کرده است گفته. و این مگر خودش ایجاد فتنه و کینه، ایجاد تفریقه در جامعه از طرف پرزیدنت تاجیکستان نیست که شهروندان کشور را به شیعه، به سنی، به حنفی، به غیر حنفی، به سلفی، به خلفی جدا کند؟ آیا وظیفه پرزیدنت کشور همین است؟ وظیفه پرزیدنت کشور رعایت کنستیتوسیون هست و اجرا کردن قانون‌های کشور است. در اینجا 100% شکستن پرینسیپ‌های کنستیتوسیونی هست و ویران کردن قانون جمهوری تاجیکستان و صادر کردن جنایت، یعنی ایجاد فتنه، ایجاد نفرت در جامعه بین قشرهای گوناگون. کجاست پروکورور ژنرال جمهوری تاجیکستان که در همون تالار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف را برای صادر کردن جنایت حبس کند؟ کجاست وزیر داخله؟ کجاست رئیس کمیته امنیت ملی که پیش روی این جنایت را که امنیت ملت را خللدار میکند برای آنکه فتنه قومی، فتنه مذهبی را ایجاد کرده ایستاده است، پیش روی این را بگیرد؟ اگر ما واقعا هم وزیر و منصبدار ملی می داشتیم که فقط تابع قانون باشد، که ها باید نسبت امام علی رحمانوف پرونده جنایی برای ویران کردن کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، برای تحقیر انسانیت، برای ایجاد فتنه و نفرت در بین شهروندان تاجیکستان پرونده باید که باز میشد و او تحت پیگرد جنایی قرار می گرفت. اما چون همه این قانون و همه این منصبداران در خدمت یک نفر هستند، می بینیم که حتی در صورت صادر کردن جنایت هم این نفر نه تنها جنایت خود را ادامه میدهد، باز دیگران را به خیانت، به قانون شکنی و به وطن فروشی متهم میکنند. بنابر همین من بار دیگر تکرار میکنم که نوابسته از آن که کیها این جنایت را مستقیما اجرا کردن، سببگار و عامل غیر مستقیم این جنایت خود مقامات و خود شخص پرزیدنت تاجیکستان می باشد. البته اون فضایی را که با وجود آوردن در داخل کشور، دنیوی را علیه دیندار، دیندار علیه دنیوی ها و حزب و حرکت ها را علیه یکدیگر شوراندن، ملت تاجیکان را علیه ترک ها و ترک زبان ها، علیه ازبک ها، علیه قوم های دیگر شوراندن. طبیعی است که امروز در نتیجه این فضاسازی ها، دشمن تراشی ها، دیگر تمام
قشرهای گوناگون ملت علیه یکدیگر دشمن شده است و اگر سلاح پیدا کنند یکدیگر رو میکشند. شما ببینید در شبکه‌ها چی رخ میدهد. دیندارها رو تحقیر میکنند، دیندارها همچون یک اقدام واکنشی علیه قشرهای دیگر واکنش تون نشان میدهند و در نتیجه ملت وارد یک گرداب شده است که من میترسم که به این زودی از اون رها نخواهد یافت. و من دعوت میکنم از تمام جامعه، از تمام هموطنان عزیزم، نابسته از آن که دیندار هستند، مذهبی هستند، اتئیست هستند، دنیوی هستند، تاجیک هستند، ازبک هستند، روس هستند، نابسته از همه این اختلافات های قومی، مذهبی، یا این را اصلا نمیشد اختلافات گفت، این فرقیت های قومی، مذهبی، نژادی، امروز وقتی آن رسیده است که ما متحد باشیم. امروز وقتی آن رسیده است که در اطراف این فاجعه ملی متحد باشیم و اجازه ندهیم که یک نفر یا یک گروه به خاطر بقای قدرت ما را با همدیگر بشورانند، ما را در جان یکدیگر بیاندازند، دنیوی را علیه دیندار بشورانند، دیندار را علیه دنیوی بشورانند، فیک ها را با وجود بیارند در شبکه ها. یک قسمی از فیک ها گویا که طرفداران اپوزیسیون هستند یا طرفداران مذهبی هستند که علیه اتئیست ها، علیه دنیوی ها پاست ها میگذارند. یک قسم دیگر گویا که آنها طرفدار دنیویت هستند و طرفدار حکومت هستند و علیه مذهبی ها و علیه طرفداران حزب نهضت یا شخصیت های روحانی بیانی ها و یا پاست ها میگذارند. و این مطمئن باشد که این همه فیک ها، این همه فضاسازی ها همه از یک مرکز مدیریت می شوند و این ما هستیم، ملت صمیمی ولی ساده تاجیک که گرفتار این فتنه ها میشیم و در جان یکدیگر افتاده ایم و میبینیم که بعدا در زندان ها، در مکتب ها، در شبکه ها چی جنایت های صادر می شود. و بنابر همین من بار دیگر این مسئولیت رو به دوش مقامات میگذارم و از تمام ملت دعوت میکنم که در این روزها حداقل یک مدت علیه یکدیگر سنگ پرتایی نکنند، در چهره یکدیگر دشمن رو نبینند و تا منتظر باشیم که عاملان اصلی این جنایت آشکار شود و به جزای خود برسند. من در این ادامه این بحث و صحبت یک قضیه دیگر رو میخوام خدمت شما دوستان عزیز، هموطنان و این چنین سازمان های بین المللی برسانم که الان امروز جان و سلامتی تمام زندانی های تاجیکستان در خطر است، بخصوص زندانی های سیاسی. من از احتمال رو دور نمیدانم که همین طرح و همین جنایت به خاطر از بین بردن شخصیت های کلیدی در زندان بوده، به خصوص زندانی های سیاسی طراحی شده باشد. خیلی سوال برانگیز است که چگونه یک گروه از شخصیت های معروف دینی در یک جا جمع می شوند و اونها قربانی به اصطلاح این افراطگراها می شوند. آیا معصوم ابستار، ایشان قیام‌الدین، شیخ تیمور و همون طوری که خودی مقامات گفتن 5 نفر رو قتل کردند که احتمال میراد اون 2 نفر هم عضو نهضت اسلامی تاجیکستان باشد، اونها چگونه در زندان در یک جا جمع شدند و به دست این قاتلان افتادند؟ کی آنها رو در یک جا جمع کرد؟ و خبرهای رسید که گویا تهدیدها به زید سعیدوف هم زندانی سیاسی دیگر هم بوده است در زندان و دیگر زندانی ها او را نجات دادن، پنهان کردند و چند از دیگر زندانی های سیاسی مثل عبدالقاهر دولت و قیام الدین عوض که در همون زندان قرار دارند، اونها هم یا مجروح شدند یا در یک حالت وزنین نجات یافتند از این قتل عام. سوال با وجود میاد که چرا محض زندانی های سیاسی هدف این قاتلان قرار گرفتند؟ نه اگر که هدف آنها ترساندن دیگر زندانی ها و یا مقامات می بود، چرا زندانی های عادی را گروگان نگرفتند و نکشتند؟ چرا شخصیت های معروف را؟ چرا که زندان تاجیکستان تحت نظارت دوربین های مداربسته یا همون کامرا هست، چرا اونها پیشگیری نکردند، نشان ندادند؟ چرا در دوام این 2-3 روز گذشته این نوارها
نشد. اگر امروز یا فردا یا روز دیگر نوارها نشر شود، شاید که اینها هم قیچ کرده، شاید که دستکاری شده باشند. چرا بلافاصله نشر نشدند که مردم بداند که کین را آغاز کرد، چگونه کشته شدند. تمام تاجیکستان، تمام شهر دوشنبه تحت نظارت دوربین ها یا ویدیو کامرا هست. چگونه در زندان ها که از همه جای خطرناک است مقامات ویدیو کامرا نگذاشتند، و اگر ویدیو کامرا هست چرا تا امروز نشان نمیدهند؟ و از همه مهمش وقتی من میگم که جان زندانی های سیاسی در خطر است امروز و ما شک داریم که آنها از طرف کدام گروه جنایتکار دیگر کشته شده باشد، چرا جسد کشته شدگان را، شهیدان را به صاحبانشان ندادند؟ ما فقط یک جسد شهید مقسوم ستا را داریم که از خود اون نوارها و عکس‌ها دیده می شود که اون سرش از تن جدا نشده است، بلکه اون جراحت ها نزدیک به تیر خوردن است، نه به استفاده کارد معمولا در بدن زده می شود، در قلب زده می شود، اما در سر تیر زده می شود معمولا. و چرا جنازه ایشان قیام الدین رو به نزدیکانشان ندادند و اصلا چرا جنازه نکردند؟ جنازه نکردن یک شهید، یک کسی که کشته شده است در نتیجه یک جنایت دیگران، از روی کدام معیارها است؟ مگر قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این را پیش بینی کرده است که یک نفری که قربانی یک جنایت دیگر شده است باید که جنازه کرده نشود؟ مگر دین اسلام این را پیش بینی کرده است یا یگان دین دیگر یا اصلا یگان فرهنگ دیگر؟ و در اساس کدام قانون، کدام فرهنگ اجازت ندادند که این شخصیت ها جنازه کرده شوند، نزدیکان آنها جسدها را ببینند و خودشان به خلاصه بیان که کی آنها را کشته است؟ آیا طریق کارد کشته شدند، طریق تیر کشته شدند؟ و این همه سوال ها، این همه شبهه ها بیانگر آن هستند که در اینجا حتما یک جنایت های صادر شده است که مقامات نمیخواهند آنها آشکار شوند، دلیل ها، فکت ها به دست مردم بیفتد. و ما هنوز هم منتظر هستیم و طلب میکنیم، تقاضا داریم که این فکت ها، این دلیل ها، این سوال ها جواب خود را پیدا کنند. بنابراین من و نه تنها من، تمام جامعه نگران جان و سلامتی زندانی های سیاسی دیگر است و احتمال دارد که روزهای نزدیک ما خبرهای دیگر رو پیدا کنیم که یا اینکه نسبت دیگر زندانی های سیاسی هم یگان تهدید بود یا تلاش برای کشتن یا زدن آنها بود. تا این لحظه من خبری که رادیو آزادی نشر کرد که عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رحمت الله رجب به شیزا فرستاده شده است در داخل زندان و این چنین خبرهایی داریم که چندی از دیگر محبوسان سیاسی ما مثل عبدالقهار دولت و دیگران هم یا در شیزا قرار دارند یا تحت شکنجه شدید زندانبان ها قرار دارند، از آن جمله استاد حکمت الله سیف الله زاده هم. ما خیلی میخواستیم که خبرهای دقیق تر از زندان داشته باشیم و حتی خود حکومت هم بگذار این خبرهای به ما رسیده را رد کند، انکار کند و ما خشتبار آنها مطمئن باشیم که نسبت آنها در زندان یگان جنایت صادر نمیشه. چرا این همه فشار، چرا این همه تحقیر نسبت زندانی های سیاسی و چرا بردن این زندانیان رحمت الله رجب، عبدالقهار دولت به شیزا؟ برای چی؟ اگر اینجا طرح نیست، برنامه نیست نسبت زندانی های سیاسی. ما نگران از آن هستیم که مقامات نمیخواهند این زندانی های سیاسی حتی بعد از تمام شدن مدت جزا با آزادی برآیند. برخی از آنها جوان هستند مثل قیام الدین عوض، مثل عبدالقهار دولت که میتوانند بعد از انجام شدن مدت جزا بعد 20 سال به آزادی برآیند و این همه شکنجه و این همه دروغ و این همه سیرهایی که در رفت تفتیشات بود اینها را به جامعه آشکار کنند. و حتی کشتن ایشان قیام الدین هم که مدت حبسش پایین برده شده بود، 7-8 سال که شاید در عفوهای نوبتی به آزادی میبرآمد، شاید به نفع برخی ها نبود که او به آزادی برآید و بعداً به آنش به خیش و تبارش این همه سیرهای داخل زندان را آشکار کند. چگونه را اذیت کردند، چگونه مجبور کردند که حتی ضد خودش بیانات بدهد، خودش را خائن اعلان کند، خودش را فروخته شده اعلان کند که
جنایت صادر کرد در سالهای 90 و او کاری غیر قانونی کرد، مگر یک انسان آگاه و سالم و میتواند نسبت خودش آزادانه این حرف را بگوید؟ حتما که تحت شکنجه بود و این بیانات رو تحت شکنجه داد و بنابر همین نخواستند که ایشان قیام‌الدین به آزادی برآید و این همه سرها را آشکار کند و یگانه هدف، یگانه غرض این نابود کردن تمام زندانی‌های سیاسی در داخل زندان هست قبل از آن که آنها بیرون برآیند. بنابر همین ما از جامعه جهانی، از سازمان ملل متحد، از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر با شدیداً تقاضا داریم، طلب داریم که هر چه زودتر وارد کار شوند و جان و سلامتی دیگر زندانی‌های سیاسی را برهانند. شما اگر در شبکه‌های اجتماعی دیده باشید تهدیدهای به محمد علی حید زندانی دیگری سیاسی هم شد و من فرستادن نشان دادن فعالان تهدیدهای مستقیم را از طرف طرفداران حکومت در شبکه‌های اجتماعی. من تهدیدها علیه خودم نسبت خودم را نمیگم که در همین شب و روزها هم اعلان کردن که قربانی نوبتی خود رهبر پیمان ملی تاجیکستان هست. خب دیگر ما در این راه هستیم، در مبارزه هستیم و این مبارزه خود را تا لحظه آخر ادامه خواهیم داد و اگر امام علی رحمان یا هر کسی دیگر نیت ما را کشتن دارد حق هم دارد، چون بداند که ما تا برقراری عدالت و تا آزاد شدن زندانی‌های سیاسی و تا تغییر وضعیت و آزادی ملت مبارزه خود را دوام خواهیم داد و اگر رحمانوف تصمیم گرفته است که ما را بکشد پس او برای حمایت خود از زندان، برای بقای خود در حاکمیت این حق را دارد. اما کشتن محمد علی حید برای چی؟ کشتن سید عمر حسینی برای چی؟ به شیزا فرستادن رحمت الله رجب برای چی؟ عبدالقاهر دولت برای چی؟ اونها به چیکار دست زدن در داخل زندان که باید این قتل نسبت آنها و این تهدید نسبت آنها عملی شود؟ بنابراین ما الکی این تهدیدها را به سازمان‌های بین‌المللی فرستادیم. این همچون فکت، همچون دلیل است الکی که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ فرق از داعش ندارد. همون طوری که داعش سر میبرد قتل میکند، همون طور حکومت جمهوری تاجیکستان قتل میکند، سر میبرد، تهدید میکند مثل داعش در شبکه ها و هیچ فرق بین آنها نیست، بلکه اینها یک همکار و شریک استراتژی برای از بین بردن ملت تاجیک، برای از بین بردن نیروهای سالم در تاجیکستان هستند، نیروهای معتدل در تاجیکستان هستند و این صدای ما، ندای ما به سازمان‌های بین‌المللی هست که هر چه زودتر وارد عمل شوند و پیش راه جنایت‌های بعدی را از طرف مقامات جمهوری تاجیکستان بگیرند. و در البته این شب روزها تنها خبرهای بد از تاجیکستان میاد درباره زندانی‌های ما، اما یک خبری خوشه که همین لحظه های پیش از این صحبت به من رسید و من خیلی هم که پیشتر اعلان کرده بودم که به قریبی پرونده 11 نفر از زندانی‌های سیاسی دیگر به کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواهد رفت. امروز به من خبر رسید که الکی این 11 پرونده به طور رسمی وارد دفتر سازمان ملل گشت و کمیته مربوط این سازمان ملل دیگر وظیفه‌دار است که این مسئله را پیگیری نماید و همون طوری که نسبت 3 زندانی سیاسی دیگر زید سعیدوف، بزرگمهر یارو و محمد علی حید این قرار کمیته سازمان ملل درباره هر چه زودتر آزاد کردن آنها صادر شد. روزهای نزدیک قرار نوبتی امیدواریم که نسبت این 11 زندانی سیاسی دیگر هم صادر خواهد شد. اما خیلی تأسف آور است، غم آور است که یک از این زندانی های سیاسی مخصومی ستار که اسمش در این 11 نفره هست دیگر این خبری خوش را نخواهد شنید و این خبر یعنی طلب سازمان ملل درباره آزادی او بعد از خبر شهادتش صادر خواهد شد و ما هم از سازمان ملل تقاضا کردیم، الکی نامه فرستاده شد از سازمان‌های بین‌المللی که دیگر اجازه ندهیم که این 11 نفر یا اون با شمول 3 نفر قبلی 14 نفر و دیگر زندانی‌های سیاسی که شمارهشون از 200 نفر بیشتر هست نوبت یکی پس دیگر در زندان‌های تاجیکستان
کشته شوند، بخصوص با نظر داشتی آنکه عمر برخی از آنها بالای 60 تا 70 است. اتفاقا همین سه شهید، هم مخزومی عبدالستار و هم شیخ تیمور و هم احشان قیام‌الدین، عمرشان به سن پیرمردی رسیده بود. حکومت جمهوری تاجیکستان به جای آنکه احترام به پیرمردها بگذارد، این سه پیرمرد را یا مستقیما کشت یا به کشتن داد. حالا در زندان شخصیت‌های دیگر، زندانی‌های سیاسی دیگری هست که عمرشان از 60 حتی از 70 بالا هست، مثل داملا زبیدالله رازق که واقعا هم یک شخصیت ارزنده، یک انسان با تمکین، یک انسان با معرفت که هم خودش معلم بود، استاد بود، معلم مکتب میانه بودند، یک روحانی بودند، سردبیر روزنامه نجات بودند، روزنامه نگار بودند، امروز در زندان به سر میبرد. ما از مقامات جمهوری تاجیکستان طلب میکنیم که هر چه زودتر زندانی‌های سیاسی را رها کند، بخصوص این پیرمردها را. اگر میخواهد از جنایت‌های خود یک ذره، یک دانه هم کمتر کرده باشد، هر چه زودتر اقدام کند و این زندانی‌های سیاسی که عمرشون بالای 60 هست، هر چه زودتر آنها را از زندان رها کند و یک کمی هم باشد از جنایت‌های خود در پیش ملت کم کرده باشد. بخصوص من رهبر جدید زندان‌های تاجیکستان را، عمر منصورف را که به قریبی تعیین شد و من در یکی از صحبت‌ها هم گفتم که آن شناخته که ما از ایشان داریم شاید در مقایسه با رئیس قبلی شریپوف انسان با مدنیت‌تر و انسان بهتر باشد. اما این حادثه نشان می‌دهد، این قتل‌ها و رفتارها نشان می‌دهد که نه تنها بهتر نبوده است، متاسفانه این گمانهای نیک ما خطا برآمد و شاهدان، سرچشمه ها میگویند که شاید که بد باشد و بخصوص برای زندانی های سیاسی، چون یک کینه دارن، خود ساختارهای مقامات قدرتی کشور یک کینه خاص نسبت آزاد اندیشان، گوناگون اندیشان و مبارزین دارند. شاید که آوردن این شخص به این منصب به خاطر یک پس دیگر با راه اندازی این طرح‌های جنایتکاره از بین بردن این زندانی‌های سیاسی و شخصیت‌های معروف کشور باشد. اگر عمر منصورف می‌خواهد که این گمان‌ها و شبهه‌ها را نسبت خود رد کند، باید هر چه زودتر یک تصمیم جدی بگیرد، بخصوص در مسئله رها کردن زندانی‌های سیاسی، در مسئله رها کردن پیرمردان و رها کردن زندانی‌ها از شیزا و دست برداشتن از قتل و فشار و تهدید و شکنجه زندانی‌ها. من در آخر صحبت خود هموطنان عزیز میخواستم یک نکته را خدمتتان عرض کنم که چرا یک باره در زندان 5 نفر از اعضا و شخصیت‌های کلیدی نهضت اسلامی تاجیکستان کشته شد از طرف افراطگرایان. اگر اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان را افراطگرایان مذهبی کشته باشد، همون طوری که حکومت دعوا دارد که طرفداران داعش کشتند، پس از دست افراطگرایان کشته شدند. اگر از طرف مقامات کشور کشته شده باشند، با طرح و توطئه مقامات کشته شده باشند، پس باز هم از طرف افراطگرایان کشته شدند. اعضایان ما را یا افراطگرایان دینی کشتند یا افراطگرایان دنیوی. امروز نهضت اسلامی تاجیکستان و در دوام 5 سال اخیر هدف افراطگرایان قرار گرفته است. ما هم از طرف افراطگرایان دینی مورد هجوم قرار میگیریم، کشته میشویم، گاها تحقیر میشویم، ما را مرتد اعلان میکنن و ما را بیرون رفته از دین اعلان میکنن، یا مورد هجوم، مورد کشتار، مورد زندان از طرف افراطگرایان دنیوی قرار میگیریم که یک قسمشون در حکومت هستند، بخشی از حکومت هستند، یک قسم دیگرشون بیرون از حکومت هستند که با همه راه و وسیله علیه ما میتازند، هجوم میکنند، تهدید میکنند، تحقیر میکنند، مسخره میکنند و نهضت اسلامی تاجیکستان در بین دو افراط قرار گرفته است. از یک طرف افراطگرایی دینی که در چهره داعش و القاعده و دیگر حزب و حرکت‌های هست که موقعگیری معتدل نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر روحانیت کشور
دیگر شخصیت ها را قبول ندارد، ما را تکفیر میکنند، کافر میدانند، بیرون شده از دین میدانند. و از طرف دیگر ما مورد هجوم، تهدید، زندانی شدن و حتی کشتار از طرف افراطگران دنیوی قرار گرفتیم که من برای همین گفتم که این دو گروه افراطگرا در ظاهر علیه یکدیگر هستند ولی در باطن، در عمل شریک یکدیگر هستند و هدف آنها تنها اسلام معتدل در تاجیکستان نیست که در چهره نهضت اسلامی تاجیکستان، در چهره خطیبان و امامان و روحانیت معتدل ملی، در چهره شخصیت‌های اهل طریقت کشور، تنها هدف ما نیستیم. این چنین دنیوی های معتدل هم هدف این افراطگراهای دنیوی و دینی هستند و همین گونه هجوم، همین گونه تهدید تنها به نهضت اسلامی تاجیکستان، به شخصیت های روحانی نیست، بلکه شخصیت های معروف دنیوی تاجیکستان هم که این همه ظلم و فشار و تهدید و نفرت را قبول ندارند، در روزهای دشوار در پهلوی نیروها و شخصیت‌های معتدل دینی هستند، اینها را هم قبول ندارند، اینها را هم هدف قرار دادند. شما ببینید که حکومت جمهوری تاجیکستان همین دو گروه را هدف قرار داده است، نهضت اسلامی تاجیکستان، شخصیت‌های روحانی کشور را که معتدل هستند و این چنین آزاد اندیشان دنیوی، گوناگون اندیشان دنیوی را که یا با اپوزیسیون هستند یا بی‌طرف هستند، اینها را هم هدف قرار داده است و مثل شخصیت‌های مثل برزا عبدالرزاقوف، تیمور ورقی، مثل من دیگر اگر نام بگیرم روشن تیموریان، شمارهشون ده ها و صدها هست، روزنامه نگاران، شخصیت‌هایی که در خارج هستند، در داخل هستند، اینا مورد هدف این افراطگرایان دینی و دنیوی قرار گرفتند. از طرف دیگر ما می‌بینیم که دقیقاً داعش، القاعده و دیگر گروه های تکفیری و افراطگرا هم ما و هم این گروه های آزاداندیش ملی را هم هدف قرار دادند. پس وقتی آن رسیده است که جامعه بخصوص اون قشرهای سالم، نیروهای معتدل دینی و دنیوی این خطر مشترک را درک کنند، احساس کنند، این سنگ پرتایی ها نسبت یکدیگر، این وارد شدن به تهمت و به کنایه و مسخره یکدیگر، به بازی های پسپردگی علیه یکدیگر خاتمه بدهند و دست هم بگذارند تا اینکه علیه این خطر مشترک، علیه افراطگرایی در شکل عموم ما باید یک جای مبارزه بریم. ملت اصلا باید که یک مبارزه ملی اعلان کند علیه افراط و افراطگرایی، چه از طرف دایره های دینی باشد چه از طرف دایره های دنیوی. و من بخصوص دعوتم، مراجعتم به اعضایان و طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و به استادان و شخصیت های معتدل دینی این هست که شما در دشوارترین روزهای خود و زمان خود به سر میبرید. این همه فشار، این همه تحقیر، این همه نوارها، این همه تهدیدها، چه از طرف دایره های افراطی دینی و چه از طرف دایره های افراطی دنیوی علیه ما و شما، تحمل اینها کاری ساده و آسان است. ما مجبور هستیم که در چندین فرانت مبارزه بریم. از یک طرف علیه دایره های افراطی دینی، از طرف دیگر علیه دایره های افراطی دنیوی، از طرف دیگر برای حقوق زندانی ها، از طرف دیگر برای حقوق ملت. ولی راه جز این دیگر نداریم. ما مجبور هستیم که یک جا باشیم، با هم باشیم و علیه این افراطگرایی، علیه این ظلم تلاش کنیم، مبارزه بریم. اما نکته از همه مهم این هست که به هیچ صورت، به هیچ وجه از این خط اعتدال خود بیرون نبرآمده باشیم. من شما را درک میکنم، خیلی دشوار است گاها علیه این همه تحقیر، تهمت و مسخره، علیه این همه فشار، علیه این همه زندان کردن، علیه این همه کشتار انسان صبر خود را نگه بدارد. ما را متهم به صبر از حد زیاد کردن، چه در داخل کشور بودیم و الان هم ما را متهم به صبر میکنن.
ما را متهم به آن میکنند که ما گویا از خط اسلام بیرون برآمدیم، برای آنکه ما هموطنان اتئیست و مسیحی و هموطنان زردشتی، هموطنان دنیوی خود را کافر اعلان نمیکنیم، علیه آنها مبارزه نمیبریم. گروه های تندروی دینی ما را متهم به آن میکنند که گویا ما از اسلام بیرون شده باشیم. گروه های افراطگرای دنیوی ما را متهم به آن میکنند که گویا ما برای قدرت مبارزه میبرده باشیم، حالا که ما برای قدرت تنها به خاطر قدرت مبارزه نمیبریم. ما قدرت را برای تغییر وضعیت میخواهیم، قدرت را برای آن میخواهیم که ملت را از این ظلمی که شما بالاشون آوردید نجات بدهیم. خود قدرت برای هیچ کس لازم نیست. شما مطمئن باشید که در جهان هستند نیروهایی که قدرت را برای آزادی میخواهند. مثالش ارمنستان، این گروه های جدید که وقتی به سر قدرت آمدن اثبات کردند که قدرت را برای آزادی ملت، برای مبارزه علیه ظلم میخواهند، نه برای خود قدرت. پس برادران خواهران عزیز، هموطنان گرامی، آنهایی که در خط اعتدال قرار گرفته اید، به هیچ وجه خواهش من این است که از این خط بیرون نشوید، اگرچه دشوار هم باشد، چون خداوند ما و شما را دستور داده است، ما و شما را به خاطر همین هم در وسط، در میانه قرار داده است. و در آیه کریمه، حالا متن آیت از ذهنم رفت، مراجعت به ما و شما میکند که ما شما را امت وسط قرار دادیم. و جعلناکم، استعوذ بالله، و جعلناکم امة وسطا لتكون الشهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اگر متن آیه در کجای از ذهنم رفته باشد، کلمه افتاده باشد، خداوند ما را ببخشد. اما خداوند در این آیت میگه که ما شما را امت وسط، مردم وسط قرار داده، میانه، اعتدال، تا اینکه هم شما برای دیگران شاهد باشید، شهادت بدهید، هم پیامبر اکرم که خودش دعوت به در میانه بودن، معتدل بودن کرده است. خیر الامور اوسطها، حدیث شریف است، برای ما و شما هم شهید باشد. بسیاری ها میخواهند که این صبر ما از بین برود، بسیاری ها میخواهند که ما هم تند جواب بگوییم، بسیاری ها هم میخواهند که ما علیه این جنایت ها با جنایت جواب بدهیم، بسیاری ها میخواهند که علیه این همه تحقیر و توهین و مسخره که ما را از طرف دایره های افراطی دینی و دنیوی میکنن، با همین گونه کینه و توزیع و مسخره و تحقیر جواب بگیم. اما هموطنان گرامی، وظیفه ما و شما این است که در برابر این همه فتنه ها با صبر و ایستادگی و اعتدال ایستادگی کنیم، اما به هیچ وجه صبر را به معنای شکست، صبر را به معنای ترس، صبر را به معنای عقب نشینی از مبارزه نفهمیم. معنای صبر آن هست که همچنان که در مقابل فتنه صبر میکنید، در راه مبارزه و تلاش برای آزادی و علیه ظلم هم صبر کنید. این هم صبر میخواهد. ایستادگی کردن در مبارزه برای یک آدمی بی صبر معنی ندارد. او یا زود خشین میشود، دست به یگان جنایت میزند، یا خسته میشود، از مبارزه دست میکشد. اما یک انسانی صبور، همون طوری که در مقابله با تحقیر و توهین و فتنه ها صبر میکند، در ادامه راهش، در مبارزه هاش هم صبورانه رفتار میکند. و شما میبینید که اعضایان و طرفداران نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت های عضو پیمان ملی جمهوری تاجیکستان، از جمله انجمن آزاداندیشان، حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان، انجمن مهاجرین تاجیکستان و دهها مبارزان مستقل دیگر به هیچ گونه فتنه داده نشدند، دعوت به یگان مبارزه مصاحبه نکردند، اما از مبارزه هم دست نکشیدند. بسیار استوارانه با ثبات راه خود را ادامه داده ایستادند. من دعوتم، خواهشم از همه هموطنان، بخصوص آنهایی که حرف ما را میشنوند، احترام قائل هستند، این است که به این فتنه ها داده نشوند، مبارزه خود را تا پیروزی ادامه بدهند. ان شاء الله که پیروزی نزدیک است و روزهای نهایت این نظام خودکامه و جنایتکار با آخر رسیده ایستاده است و این همه تهلکه و این همه جنایت ها بیانگر آن است که دیگر کنترل خود را از دست دادن. ان شاء الله جامعه جهانی هم از این وضعیت روز به روز دارد آگاه می شود و من شما را بشارت می دهم که پیروزی ان شاء الله نزدیک است و ما و شما، عدالت و ملت تاجیکستان علیه این ظلم و ناعدالتی پیروز خواهد شد.
در همین جا من صحبت خود را به آخر میرسانم. بار دیگر شهادت این بزرگواران و دوستان را تسلیت میگویم به ملت تاجیک، شهادت همه فرزندان ملت تاجیک، چه کسانی که از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودن و چه کسانی که در خدمت حکومت و دولت بودن از زندانبان ها و اون جوانانی که هم که قربانی شدن، نسبت همه آنها تسلیت عرض میکنم و انشاءالله که پیام ها و اندیشه های خود را در این موضوع در صحبت های بعدی خواهیم گفت و تا صحبت های دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند نگهبانتون باشه.